قضیه یک شهروند تاجیکستان که از بیمارخانه امراض روحی فرار کرده خود را از واشنگتن به دوشنبه رسانیده است، در ایالات متحده آمریکا بحث‌های را برانگیخت. حادثه را برخی یک دلیل درستی سیاست پرزیدنت ترامپ مینامند و برخی جمهوری خواهان دادستان دموکرات را برای حمایت مهاجرت غیر قانونی انتقاد کردند. پرونده عبدالله تاشپولادزاده که 5 اوگوست در غیبش محاکمه شد، حالا در مطبوعات و تلویزیون‌های آمریکا سری زبان‌ها شده است. همکارم مومین احمدی نیز پرونده را پیگیری کرد و پیش از برنامه از او خواهش کردم نخست درباره به آمریکا راه یافتن او و سر و صداها درباره فرار تاشپولادزاده بگوید. عبدالله تاشپولادزاده 34 ساله سال 2009 به آمریکا قانونی وارد شده، بعداً این مقامش را از دست داد و زمان قتل صاحبخانه‌اش محمد همتیان علیه یک مهاجر غیر قانونی بود. از سال 2022 در شفاخانه بیماری‌های روحی ویرجینیای شمالی نگهداری می‌شد. سپس در سال 2024 با اجازه دادستان زیر نظر یک نگهبان به واشنگتن رفته و شناسنامه نوی شهروندی تاجیکستان را گرفته است. 6 ایول امسال با استفاده از حق رخصتی 2 روزه‌اش از این مؤسسه بیرون آمده و با بلیط یک طرفه هواپیما از واشنگتن توسط استانبول به دوشنبه رفته است. در ایالات متحده آمریکا یک سیاستمدار جمهوری خواه دادستان ناحیه فیرفکس ویرجینیا استیو دیسکانو دموکرات را در این حادثه گناهکار می‌کند. جیسن میاریس دادستان سابق کل ایالت ویرجینیا گفته است استیو دیسکانو به یک مرد خشن و گناهکار قتل صاحبخانه‌اش اجازه داد که رفته صاحب شناسنامه شود. نماینده دیسکانو گفت به تاشپولادزاده با مقصد درست شدن سندهایش در گرفتن شناسنامه کمک کردند و قرار دادگاه هم درباره گناهکار نبودن او در کشتار با سبب بیماری روحیش بر پایه خلاصه طبیبان صادر شده است. از همکارم همچنین پرسیدم پرونده دادگاهی چی جزئیات جالبی دارد که به اصل قضیه روشنی می اندازد؟ قرار دادگاه ناحیه فیرفکس ویرجینیا این است که عبدالله تاشپولادزاده باید بلافاصله به حبس گرفته شود. در خلاصه طبی آخر ایون طبیبان گفتند که او هنوز هم از نظر روانی بیمار است و باید در معالجه مؤسسه طبی قرار داشته باشد. تاشپولادزاده 6 ایول بیمارستان را ترک کرده به فرودگاه دلس واشنگتن رفت و از آنجا به تاجیکستان پرواز کرد و این را دادگاه فرار از جزا مینامد. در دادگاه فیرفکس اینچنین بیانات یک مأمور تجارتی شرکت ترکیش ایرلاینز هم چون دلیل شنیده شده است. مقامات در تاجیکستان این پرونده را شرح نمیدهند، تنها در سفارت تاجیکستان در واشنگتن گفتند که سر این قضیه کار میکنند و بازداشت شدن یا نشدن تاشپولادزاده را در تاجیکستان مقامات حفظ قانون می‌دانند. همکارم مومین احمدی درباره سر و صدا راجع به فرار یک شهروند تاجیکستان از آمریکا صحبت می‌کرد که بعد قتل یک نفر در شفاخانه بیماری‌های روحی تبابت می‌گرفت.